به نام خداوند بخشنده و مهربان خیلی خوشحالیم با گزارش دیدار دو تیم تراکتور و ملوان. مهدی حاکم نژاد توی دروازه، این گل واقعا فوق‌العاده بود. گل ترکیبی میزنن، گل تاکتیکی میزنن. یه پاس رو به جلو برای تومی، چه پاسی شد. تومی گل میزنه توی صحنه، یعنی تومی شجاع خلیلزاده فراترش کرد، کاپیتان تراکتوریا. مهدی ترابی، حالا نوبت تراکتوریا که تهدید کنن دروازه حریف. حسین زاده چه گلی میزنه، چه گلی میزنه. به شادی گلش ادامه بده امیرحسین حسین زاده. مثل که حالا توی محوطه جریمه عارف آقاسی ابوالفضل زاده اصلا میگه پنالتیه. بیرووند تو گرفت، چه توپی هم گرفت. بیرو همیشه برای تراکتوریا. مهدی شیری، ریکاردو آلوز، ریکاردو دوبلارم خواستافی یک ضربه از راه دور. وقتی ایران میخواد چک میکنه که انقدر ناراحت آقای اسکوچیچ. این همسوده پایان این دیدار ورزشگاه رو ببینید، امتیاز دوباره به تبریز برگشت. خوشحالی خداداد رو ببینید. هواداران خونگرم تراکتور 3 هفته دیگه مونده تا قهرمانیتون. امیدوارم که از دیدن این بازی خوشحال شده باشین.